با مسائلی که برای مردم کمک میکنند یعنی دست روز میزنند. 3 می در دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه به غالبان آزمون سخن دورم جایزه ها تقدیم شد. در تقدیم جایزه ها محمد وفا رضازاده مدیر دفتر رادیوی آزادی گفت که آزمون سخن دورم از 20 ینور تا 20 اپریل ادامه یافت و چندین نفر شرکت کردند. این آزمونی که اعلان کرده بودم این سخن دارم یعنی اعلان شده بود که هر کس اگر نواری ویدیویی دارد یا سخن گفتنی دارد که برای مردم کمک میکند با همون مواد خود مواد ویدیویی باشد از طریق تلفن میتواند که اونا پیشکش کند یعنی میتوانست که اونا برای آزمون ارائه نماید و بعد از بحث و بررسی ها مسئولین رادیوی آزادی نتیجه های اون را در این آستانه روز بین المللی آزادی مطبوعات اعلان کردند. جایزه اول به بلوگر توجیک دلیر امامعلی برای سلسله بلوگ هایش از مشکلات مردم و شرکتش در برنامه های آزادی داده شد. جای یکم ویدیو کامرای نیم حرفه‌ای بود که به دلیر امامعلی تقدیم گردید. خب واقعا تشکر میگم با راهبریت آزادی با تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سزاوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد. بعد این تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی هم در صحیفه خودم با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم. زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. جایزه دوم که نوترین نمودی پلانشت بود به بختیار میرزویف آموزگار از شهر دوشنبه برای پیشنهادی جالبی رشد دوچرخه سواری تقدیم شد. اول رحمت به همان مثال اخرانه های دانشگاه که هوایی سبب شدن که ما پیشنهاد خود را پیشکش کردیم. متاسفانه ما را که هنگامی که در دانشگاه نماندن همین سبب شد که پیشنهاد خود را پیشکش نماییم و در برابر این اینچنین باز باعث خرسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر به ورزش جلب کرده شوند. اینچنین راهی پیشگرفته ما هم راهی بنیهایت خوب است ولسیپدرانی. جایزه سیوم به دانشجو زیوربانو رئوفی برای سلسله بلوگ هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم گردید. جایزه سیوم تلفنی هوشمند بود. این آزمون بهترین سخنان در موضوع آزاد بود. شرط این بود که کاربران هر چیزی را که مهم می‌دانند پیشنهاد نمایند. در گذشته هم رادیوی آزادی چند آزمون اعلان کرده و به غالبان جایزه ها تقدیم کرده بود. تشکر بار دیگر از همه شما.